سلام، وقت بخیر. ببخشید من مغازه بودم، تازه از راه رسیدم، تازه شروع کردم به کار کردن. خانم خدایی جان، من از اول درسا رو دوباره برات مرور میکنم و انشالله که موفق باشی و شروع میکنیم. درس جدید که خودت میدونی برای هر سانت ما 20 تا نخ نیاز داریم، 20 تا تار باید بکشیم و 6 تاشو برای ترش رنگ جداگانه میزنیم و رنگ زمینه را رنگ دلخواهرجی که دوست داشتی میزنیم. بعد یه چند ردیف ساده میبافیم، بعد شروع میکنیم به تر انداختن. حالا اولین تر رو ما میایم ببینید 6 تا تار داریم اینجا که 3 جفت حساب میشه و جفت وسط یعنی جفت دو رو بر میداریم. این کشش کنار کار خیلی مهمه. ببینید به طرف خودتون میکشین بعد سفتش میکنید.